مردهایی که با زنهای شوهردار زنا میکنه، زنهایی که شوهراتون خیانت کرده با مردهای بیگانه زنا میکنه، و یا هر مرد و زنی که زنا میکنه خوب گوش اندازه. آیا باری هم شما فکر کرده که در قیامت به سبب زناکاری چه عذاب دردناک شما را انتظار است؟ خوب گوش اندازه که الله رب العالمین در لفظ آیت قرآن با الفاظ واضح و روشن جزای زناکارا را بیان میکنه. خوب اندیشه کنه کسایی که خانه مردم ویران میکنه، با زن شوهردار زنا کرده خانه او را میسوزانه. خوب گوش اندازه. خداوند در سوره فرقان 3 نوع گناه کبیره و هلاک‌آور را بیان میکنه. یکی گناه شرک بیان میکنه. شرک معناش اینه که انسان غیر خداوند چیزی را یا کسی را معین و مددگار و رزق دهنده و مشکل کشا بدانه. این را شرک میگن. یکی گناه شرک آوردن به پروردگار، دومش گناه انسان را به ناحق کشتن، یعنی آدم کشی، سومش گناه زناکاری. 3 گناه خداوند بیان میکنه. در دوامش میفرماید و من یفعل ذلك یلقى اثاما. هر کسی یکی از همین 3 گناه، یعنی یا زنا بکنه، یا آدم بکشه، یا شرک بیاره به پروردگار، یلقى اثاما، عذاب سختی را میبینه. یضاعف له العذاب یوم القیامت و یخلد فیه مهانا. عذاب او در قیامت چند برابر است و با ذلت و خواری در آتش جهنم باقی میمانه. سبحان الله. من باوری دارم هر کسی به همین آیت اگر ایمان کامل داشته باشه، حتی در ذهنش هم فکر زنا کردن راه نمیتیه. خوب اندیشه کنه که جزای زناکار در قیامت چیه؟ عذابش چند برابره. شما طاقت 1 برابر عذاب پروردگار شما نداره. چگونه عذاب چند برابری پروردگار شما طاقت کرده میتوانه؟ از الله بترسه. کسایی که زنا میکنه، زنا و فحشا را در بین امت پهن میکنه، خصوصا اون نفرایی که به دنبال زنهای پاکدامن و صالحه میدوند. در همون محله اگر یک زنی پاکدامنه، یک زنی مثلا خوبه، اگر ببینن بفهمن که همین ای شوهرش جدا شدگی ای، یگان بار با کسی زنا کردگی نیستن، همین فاسقا به دنبال همون میشوند. کاری کرده نمره تلفن او را میگیرن، کاری کرده او را به دام خود میافتونن، همون را به زنا مبتلا میکنن و عاقبت او دست به دست مردان فاسق یک زن فاحشه میشوه، میروه. از الله بترسه ای کسایی که زنهای مسلمان به زنا میکشه. از الله بترسه ای کسانی که ماشین داره و به این نعمت پروردگار زنهای فاحشه را سوار میکنه و به زنا میبره. الله رب العالمینه که شما را همین نعمت داد، همین ماشین داد، میتوانه که در چند لحظه او را از دست شما در بهای جان شما بگیره، با یک صدمه شما را مبتلا میکنه که شما هم جان از دست میتیه، هم مالتون از دست میتیه. شما فکر نکنه که در این دنیا من زنا کردم به ناموس کسی رسیدم، کسی دیگر به ناموس شما نمیرسه. کما تدین و تدانو، چی رفتار با دیگرا کرده همون رفتار را شما میبینه. شما همین را فکر نمیکنه که شما هم خواهر داره، شما هم زن داره، شما هم دختر داره. پیش از این که شما به زنا میروه، پیش از این که خانه یک انسان هم میسوزانه، با یک زن شوهردار زنا میکنه و خانه او را ویران میکنه، خوب اندیشه کنه که در قیامت چه عذاب دردناک در انتظار شماست.